در اسلام عزیز ما کدام لباس مشخصی به عنوان یک لباس تعیین نشده. لباس برای است که ما سطر عورت خود را سرش چی کنیم؟ سرش بپوشیم. بعد از هر قدر زیبا جور کردن میتونید زیبا جورش بکنید، مقبول جورش بکنید، ولی حفظ بکنیم از اینکه عورت ما به اصطلاح به شکل از اشکال دیده شود. مثلا یک کس پتلون میپوشه و پتلون را طوری که نپوشه که برجستگی بدنش طور معلوم شود که آدم خوش نداشته باشه. و دیگه ما هیچ مشکلی نمیبینم در رابطه به اینکه یک کسی پتلون بپوشه، یک کسی هیچ مضیقه‌ای داری نیست. آمدیم در رابطه به نکتایی. بعضی علما ملاحظات دارن. بعضی علما ملاحظات دارن، میگه نکتایی که است در خلافت اسلامی برای از اینکه مسلمان از غیر مسلمان در اسپانیای امروز و قسطنطنیه چی دیروز که بود، در اوجا مسلمان ها مسیحا و دیگه گرد ورد بودن. باز خلافت اسلامی به خاطر که مسلمان سلام سریکی پرته و سریکی سلام نپرته و در هند هم همین قضیه بود، باز برش دستور داشت که اون دوا باید یا غیر مسلم علائم را باید در زندگی خود نشان بده که مسلمان او را بفهمه که مسلمان نیست، سلام خدا سرش نپرده. یک چیز دیگه برش بگه، صحبت خوش باشه و خوش آمدی رقمی بگه. سلام این در حقیقت همون شعار است که برای یک مسلمان دیگری گفته می شود. امو بود که او حکومت ها اون دوا همون سندر می زدن به پیشانیشان سرخ تپه. این دلیل بود که درا می رفت می فهمید که این مسلمان نیست. و با ایچی که بود برای مسیحی ها باز امی ایچی را جور کردن، اما نکتایی واری جور کردن، او را جور میکردن. چون میگه این علامه صلیب است، بنان به مسلمان چی نیست؟ صحیح نیست که ای را بپوشه. علائم صلیب است و هر چیزی که علائم دیگرها باشه از او باید مسلمان خود دوری بگیره. این یک تعداد علما هم تو میگن، ولی تو نیست. زیرا ما میبینیم عملا که متعصب ترین مردم در روی زمین یهود است و اگر بفهمه یهودی که این نکتایی علامه صلیب است و در زندگی هم را نمیپوشن و این نکتایی را حالی همه کس میپوشه، یهودی، نصرانی، مسلمان، زردشت و به یک لباس تبدیل شده. پس او چیزی که علائم مسیحیت است او یک چیز دیگه است. چی نام دارم؟ بو میگه اونو را نپوشه، او دیگه بیخی دیگه همون چیز صلیبیت است.